سلام. خیلی خوش اومدید به ولاگ جدید من و خوش اومدید به یه اتاق کاملا نامرتب با ستای کاملا نامیزون قبل سفر. من تصمیم گرفتم این سری روی فیلمایی که گرفتم وایس بگیرم و بذارم، به خاطر اینکه هنوز میکروفون ندارم و خیلی صدا نامیزون در میومد. وقتی که نگاه میکردین به هم چند نفر گفتین و راهکاری که به ذهنم اومد این بود: بریم با هم دیگه ببینیم این سفر رو. مرسی که کنارمین. بعد اینکه چمدونم مرتب کردم و تصمیم گرفتم که بالاخره چه لباسایی بپوشم، نوبت رسید به خالی کردن گوشیم، چون که کل 250 گیگ من پر بود. شب قبل رفتنمونم به گلا آب دادم، چون که یک هفته بیشتر قرار بود که نباشیم و سلامت به اول سفر. خوابم ساعت 8 صبح و داریم راه میافتیم سمت اصفهان. 600 راه داریم و امروز اونجاییم. دارم میمیرم. از ابهر تا اصفهان حدود 500 کیلومتر راهه که از سمت جاده ساو بلیجان رفتیم، وارد تهران نشدیم. کل راه هم که بارون گرفت اون به کنار. حدود 140 کیلومتر که مونده به اصفهان یه مجتمع خدمات گردشگری است به اسم سرای گردشگری وادی. خیلی مرتب بود، خیلی پر امکانات بود. وایسادیم اونجا یه خورده استراحت کردیم، ناهار خوردیم. همینجوری هم که میبینید توش واقعا خیلی قشنگ بود، انگار که وارد یه پاساژ خیلی شیک شدی. بارون همینجوری ادامه داشت تا خود اصفهان. شب رسیدیم اصفهان، ما محل اقامتمون رو اوکی کردیم و زدیم بیرون. چون ترافیک خیلی زیاد بود اطراف میدون نقش جهان، ماشینمون یه خورده دورتر پارک کردیم و پیاده قدم زدیم. از یکی از ورودیای نقش جهان وارد میدون خیلی خوشگل و قشنگ اصفهان شدیم. دور تا دور میدون نقش جهان 200 حجره هستش که 2 طبقه و اکثرا هم صنایع دستی فروخته میشه توش. 4 تا سمت میدون نقش جهان هم 4 تا عمارت و بنا هستش که یکیش کاخ عالیقاپو، ورودی قیصریه، مسجد امام یا شاه و مسجد شیخ لطف‌الله. مسجدی هم که میبینید مسجد شاه یا مسجد جامع عباسیه که بعد انقلاب اسمشو کردن مسجد امام. تو ضلع جنوبی میدون قرار داره و کلا به دستور شاه عباس اول ساخته شده. مسجد شیخ لطف‌الله که به معماری بی‌نظیرش معروفه، چون جزو معدود مسجدایی که مناره نداره. تو ضلع شرقی جلوی کاخ عالیقاپو، دوران صفوی هم ساخته شده این مسجد. کل این مجموعه سال 1358 توی یونسکو ثبت جهانی شده. از قشنگترین تجربه‌ای که میتونین توی اصفهان داشته باشین اینه که شب باشه، هوا خنک باشه، برین پیاده روی کنین. کالسکه هم گذاشتن اونجا براتون که دور میدون داخلی انگار میتونین با کالسکه و اسبای بیچاره و بدبختشون دور میدون رو بچرخین و تماشا کنین و لذت ببرین. البته که اون شبی که ما رفتیم سرد بود، همونجور که میبینید من سویشت تنمه. یه دور 360 درجه میزنیم. از مسجد شاه شروع میکنیم، مسجد شیخ لطف‌الله با ماه کامل خیلی خوشگل. میریم سردر قیصریه که ورودی اصلیه و کاخ عالیقاپو که میریم که واردش بشیم. اسم اصلی این عمارت عالیقاپو بوده. اولش خیلی شمایل ساده‌ای داشته که شاه عباس اول و دوم رفته خوشگل‌تر و نازترش کردن. 6 طبقه است که با پله‌های مارپیچی میتونی تا طبقه آخرش بری. ولی جالبیش اینه که از هر سمتی که نگاه میکنی چند طبقه دیده میشه. مثلا از جلو 2 طبقه است، از پشت 5 طبقه است، از کنارا 3 طبقه. هنر مینیاتوری داخل عمارت که کار رضا عباسی واسه دوره صفوی است، واسه تمایز این عمارت شده. شاه عباس اول از این عمارت میشسته و نمایش‌ها و چوگانی که برگزار میشده داخل میدون رو نگاه میکرده و که بعضی وقتا امور مملکت اونجا اداره میکرده و جلساتی هم گذاشته میشده، مهموناشو برده. خدای زیبایی رو نگاه کن شما، ببین چقدر قشنگه.
و اون ماه چی میگه؟ دلیل ساخت این نوع راه پله این بوده که وقتی بهشون حمله می شده دشمنا نتونن با خودشون سپر ببرن بالا و بتونن با تیر و کمان خیلی راحت دشمنشون رو از بین ببرن. چون وقتمون کم بود از بیرون بازار ششم نگاه کردیم و دیگه از نقشه جهان خارج شدیم. رفتیم 33 پل زیبا روی زاینده رود که حدوداً 295 متر طولشه، 33 تا حجره داره، دوران صفویه ساخته شده زیر نظر اللهوردی خان گرجی که حاکم اون موقع فارس بوده. طراح و معمار این پل هم استاد حسین بنای اصفهانی بوده. تو مسیرمون ترکیب گوشفیل با دوغ خوردیم که گوشفیل طعم شیرینی داره، مثل زولبیا میمونه. دوغ هم که خب دوغه دیگه. ترکیب خیلی باحالی بود، برای یک بار امتحانش جالبه ولی زیادش دل آدمو میزنه. سمت شمالی 33 پل یه گذرگاه پیاده روی بود که طبیعت خیلی قشنگی داشت و مردم کلی اونجا بودن و همیشه خیلی قشنگ بود. خیابون چهارباغ عباسی که منتهی میشد به باغ 8 بهشت و هتل عباسی و یه جشن مذهبی هم بود اون شب، نمیدونم که آتش بازی و اینا هم برامون به راه انداختن. مقصد بعدیمون پل خواجو بود سمت شرق 33 پل. 24 تا دهنه داره و 133 متره. کاشیکاری و معماریش هم از بقیه پلا مشهورتره. روز دوم سفر راه افتادیم سمت شیراز. از اصفهان تا شیراز حدوداً 400 کیلومتره. به خاطر اتوبانی که تازه زدن راه خیلی نزدیکتر و بهتر شده. بین مسیرمونم یکی از این طبیعت‌های قشنگی که پای کوه بود وایسادیم برای ناهار. روزا خانم یه پایی با آب زد و ما مشغول عکاسی شدیم. البته که بعد ناهار چپه شدیم هممونو یه خورده استراحت کردیم. بله دوستان، ما بالشامون از سنگم که باشه میخوابیم. و فاینالی رسیدیم شیراز. یه استراحت ریزی کردیم، بعدش من آماده شدم و همچنان بقیه در حال استراحت کردن بودم. اولین جایی که رفتیم شیراز دیدیم ارگ کریم خان بود. برای سلسله زندیه بود. وقتی که کریم خان پایتخت خودش رو شیراز کرد، ارگ کریم خان رو به عنوان محل زندگیش انتخاب کرد. سال ساختش هم تقریبا برای سال 1766 میلادی. تو دوره قاجار ازش به عنوان دارالحکومه استفاده می شده. سال 1310 به عنوان زندان و شهربانی استفاده شد. برای معماریش هم از دو حالت نظامی و مسکونی استفاده شده. ارتفاع برجاش 14 متر، ارتفاع دیوارا 12 متر و ضخامتش 3 متره. یکی از این برجا کج شد که خودش یه جوری جاذبه گردشگری به حساب میاد، ولی جلوشو که گرفتن بیشتر خراب نشه. سه تا ضلع شمالی و غربی و جنوبیش هر کدوم یه ایوون و 6 تا اتاق دارن، ولی ضلع شرقی شامل حمام خصوصی خود ارگه. بعد ارگ پیاده رفتیم سمت مسجد و حمام وکیل، ولی متاسفانه چون دیر رسیدیم بسته بود، اما از جمعیت و بازار وکیل تونستیم لذت ببریم. برای شام هم رفتیم گاردن هال و انقدر خوشمزه بود همه چیز که اصلا از شلوغی اونجا مشخص بود. اطراف فلکه گاز تو شیراز پر فست فودی و رستورانی و اینجوری شد که شب اول شیرازمون تموم شد. روز دوم تصمیم گرفتیم بریم جاهایی که نزدیک هم دیگن، حافظیه، سعدی و باغ دلگوشا که تقریبا خیابوناشون نزدیک هم دیگه بود. آخه تو که هر بار به خودت میگی دیگه، بس هر بار. روزی بیا گلیتراتو ببینم. نشونم بده.
اوه خدا. مقبره سعدی تا الان چندین بار مرمت شده و چیزی که الان به عنوان آرامگاه سعدی ما داریم میبینیمش و ازش بازدید میکنیم برمیگرده به سال 1331 که افتتاح شد و از اون به بعده که به عنوان سعدیه ما میتونیم بازدید داشته باشیم ازش. جالبه که بدونید کل هزینه ساخت سعدیه تو اون سال 980,000 تومان شده بود. تو 7 ضلع داخلی ساختمون 7 تا کتیبه نوشته شده که از بدایع، گلستان، بوستان و قصاید و طیباته. بنا اقتباسیه از کاخ 40 ستون و یه تلفیقی از معماری جدید و قدیم ایران. جنس سنگای دیوار داخلی هم از مرمر و لاجورده. سعدیه که تمام شد تو راهمون یه شربت بیت مشک و زعفران خوردیم و راه افتادیم سمت باغ دلگشا. چون نزدیک بود پیاده رفتیم. باغ دلگشا زمان ساسانیان ساخته شده و دوران صفوی و قاجار هم خیلی نامور بوده، طوری که میگن حتی توی سمرقند یه باغی رو ساختن که الهام گرفته شده از همین باغ. عمارت این باغ تو دوران زندیه ساخته شده. آبی هم که داخل این باغ جریان داره از چشمه قنات سعدیه نشأت گرفته. این عمارت به آینه‌کاری‌ها و گچ‌بری‌های قشنگی که داره معروفه. برای دیدن داخل ساختمون مجددا باید بلیط تهیه می‌کردیم، چون که داخل ساختمون پر از عکسای قدیمی و وسیله‌های قدیمی و مثلا رادیو و تلویزیون، دوچرخه و کلی اشیاء عتیقه بود. حتی کلی اسکناس و سکه از دوره‌های مختلف هم بود که حالا همشو به ترتیب نشونتون میدم. دروازه شیراز مثل دروازه گرامی چجور بوده بغلش اینا الان تمام ساختمون شده محمد. وسیله‌ای که برای موزش گذاشته بودن خیلی زیاد بود، ولی خب من سعی کردم یه سریشون رو خلاصه و مفید براتون نشون بدم. هر کدوم خواستین زوم کنید روش، پازش رو بزنید و توضیحات مربوط بهش رو بخونید.
با یه کلوساپ زیبا از موساکو تغییر جذابمون باغ دلگشا رو تموم کردیم و پیش به سوی مقصد بعدی.